شعبه معارف شهر حصار بهر پیدا کردن شرایط‌های خوب درسی خوانندگان در همه مؤسسه‌های تعلیمی و کودکستان‌های شهر حصار انگشت و هیزم و دیگر نمود سوزشواری ذخیره کرده شده است که آن برای گذراندن فصل سرما بسنده می‌باشد. کالج و لیسه‌ها نیز برای گذراندن فصل سرما همه‌جانبه آمادگی دیدند. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر حصار برای گذراندن زمستان سال‌های 2021 2022 پورا آماده است و آنچه که برای گذراندن زمستان یعنی که انگشت و موادهای سوزشواری لازم است ما در انبارهای مؤسسه ذخیره کرده ایم و باوری داریم که زمستان در پیش ایستاده را با سر بلند و به یگان مشکلی پس سر میکنیم. در این زمان قریب 30 تن انگشت، 30 کوب 30 متر مکعب هیزم، خب سوزشواری دیزلی، 31 تا پیچکه علاوه، 20 تا گرمی دهنده برقی و بولر در حالت آماده باش قرار دارد. خب در این زمان ما همه صنفخانه‌ها را شببندی کردگیم. صنفخانه‌ها برای زمستان گذرانی پورا تیار است. عموما گفتم ممکن است که کالج پورا به زمستان گذرانی امسال تیار می باشد. شعبه منزلی کمونالی و مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های شهر حصار نیز اطلاع دادند برای گذراندن زمستان به طور ضروری خمون نمک ذخیره کرده تکنیک‌ها آماده کار می‌باشند. در بیمارخانه، خانه‌های سلامتی و بنگاه‌های طبی شهر و دهات نیز برای گذراندن تیرما و زمستان مواد خوراکه و انگشت و هیزم ذخیره کرده شده است. شبکه مؤسسه کمک اول طبی سنتی شهر حصار از 35 مرکز سلامتی، 41 بنگاه سلامتی و یک مرکز سلامتی شهری عبارت است. وابسته با فعالیت منتظم و ثمربخش گذراندن زمستان گذرانی طبق نقشه مرکزهای سلامتی دهاتی، همه مرکزهای سلامتی با 95 تن انگشت سنگ، 42 کوب هیزم، 120 عدد آتشدان، 100 لیتر سوزشواری، 15 گنراتور برقی و 72 عدد گرمی دهنده برقی پورا تامین کرده شدند. مؤسسه ما علاقه 100% تیار است، آماده است. در مؤسسه حالا زیاده از 10 تن انگشت و زیاده از 15 متر کوب هیزم آماده است. باوری کامل داریم که زمستان این سال را پورا با دل پر خواهیم گذرانید به یگان مشکلات. خلاص همه مؤسسه‌ها، کارخانه‌ها و تشکیلات‌های شهر حصار برای گذراندن تیرما و زمستان سال‌های 2020 و 2021 پورا آمادگی دیده کوشش می‌کنند این موسم را به کمبودی پس سر نمایند.